آیا همین حقیقت دارد که شما زندان شده بودید؟ بله، سال 2015 بود، 20 مای، روزی چهارشنبه. یعنی شما از پروکراتورا فرآمدید و شما را به کمیته امنیت انتظار بود؟ اگر یک کس دستگیر کنند گوسفند میکشند، یعنی اومدی کار است و به دیگرها ضیافت میدهند. اون آپر گفت که این کس داملا سهراب میگویند، آش یک به یک میخورن و پیستهش از سامانه گفت. من این گپای از ذهنی او شنیده میکنم. این گپی که گفت وزنین ترین حالت ها در طول حیاتم، یعنی یکی از وزنین ترین حالت ها، یعنی که یگان جنایت نیست که توی زندان کنم، مثلا من به یگان گروه شامل نباشم، آن چیزی که آنها تهمت میکنن، یگان آدم نکشته باشم، مواد مخدر نفروخته باشم، ضد حکومت گپ نزده باشم، برای چی زندان میشم؟ آخر یگان قانون رو ویران نکردیم. بله، زوراوری به همه هست، در همه مقامات هست، چون که آنها در این روزها به یک جای میزنن که کبود نشود، مانند تگی سر، زیر ریش، جایی که معلوم نمیشه. مثلا تمام مشکل نبود، حتی خودشون هم خریده می اومدن. اونو چی میخوری؟ ششلیک، سمبوسا، هر چی می آوردن، مشکل نبود. یعنی این یکی هاشون هم گوییم البته مثلا از پولای ما اونها بسیار خوردگین، لیکن چیزی که میگفتن می آوردن. یعنی چگونه از پولای شما خوردند؟ چیزی طبیعی است، پیش از زندانم بعد از زندانم همیشه میخورن. این چیزی معروف و یعنی معمولی هست.